السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالتون چطوره دوستان؟ خیلی مهمه که سعی کنیم نمازمون رو تو مسجد بخونیم و وضومون رو تو خونه قبل از رفتن به مسجد بگیریم، چون هر دو قدمی که برمیداریم خداوند با یکیشون یه حسنه برای ما مینویسه و با یکی دیگه یه گناه رو پاک میکنه. من امروز اومدم تا براتون از آداب رفتن به مسجد و نماز خوندن توی اون صحبت کنم. یکی از این آداب قبل از رفتن به مسجد پوشیدن لباس تمیزه و اینکه در راه رفتن به مسجد آروم و با وقار قدم بذاریم و اینکه با پای راست وارد مسجد بشیم و بگیم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. به نام خدا، صلات درود بر رسول خدا. بارالله درهای رحمت درا برای من بستون. و تا وقتی که 2 رکعت تحیه مسجد رو نخوندیم نمیشینیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هر وقت یکی از شما وارد مسجد شد تا وقتی 2 رکعت نخونده اونجا نشینه. باید از رد شدن جلوی نمازگزاران بپرهیزیم و باید از وسایل مسجد مواظبت کنیم و نباید اونا رو خراب کنیم و هرگاه نماز اقامه شد بی حرکت و با خشوع توی صف می ایستیم تا نمازمون تموم بشه و بازه نمی کنیم و نمی خندیم و دوستانمون که دارن با همون نماز می خونن و اذیت نمی کنیم و هر وقت نماز تموم شد و خواستیم بریم بیرون با پای چپ میریم بیرون و میگیم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. به نام خدا، صلات درود بر رسول خدا. بارالله فضل و کرم درخواست میکنم. خب بچه ها، اینطوری آداب مسجد رو یاد گرفتیم و میمونه اینکه به این آداب عمل کنیم تا خداوند به ما اجر و پاداش بده. خداوند از ما و شما قبول کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.